جمعه ها بایسکل رانی به قرغم ایم. البته به منظوری که ترویج بکنیم فرهنگ بایسکل رانی در بین اجتماع بخصوص قشر جوان. به خاطر شیوع ویروس کرونا ما تمرینات خود بیشتر کردیم، به خاطر که مقاومت بدن نسبت به این ویروس بالاتر بره. حضور دختر خانمان نسبت به سالهای قبل بیشتر شده و همچنان مردم علاقمندی زیادی به ورزش رو آوردن، چون به این مدت که ما در قرنطینه قرار داشتیم روزای سخت را سپری میکردیم، نه از لحاظ از که فیزیک ما پایین میشه، بلکه ما از لحاظ روحی هم مشکلات خود داشتیم و مردم علاقمندیش زیادتر شد و ورزش بخصوص به ورزش بایسکل رانی. یک نوع مبارزه علیه ویروس تنها ویروس کرونا نیست، بلکه انواع ویروس ها یک نوع مبارزه است که بیایم به بایسکل رانی و مثل بایسکل رانی دیگر ورزش هایی هم که هست تعقیب بکنیم و عملی بسازیم.